فکر کردین آخه چطور یه تیکه شیشه صیقلی میتونه روی سرنوشت و خوشبختی ما تأثیر بذاره؟ چرا دقیقاً 7 سال؟ چرا 8 سال نه؟ و اصلاً این ایده عجیب و غریب از کجا وارد مغز بشر شده؟ جالب اینجاست که این خرافه اصلاً جدید نیست. قدمتی بین 2000 تا 2700 سال داره. یعنی از زمان یونان باستان و امپراتوری روم مردم از شکستن آینه وحشت داشتن. توی این ویدیو قراره بریم به اعماق تاریخ، از جادوگرای یونانی و اسطوره نارسیس بگیم تا بیولوژی رومی ها و رازهای اقتصادی ونیز. در نهایت هم میبینیم از نظر علمی و روانشناسی چرا مغز ما دوست داره این قصه ها رو باور کنه. پس اگه آینه‌ای دم دستتون هست فعلا محکم نگهش دارید و تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. قبل از اینکه بریم سراغ آینه بیاین قبول کنیم که ما انسان‌ها کلاً موجودات خرافاتی هستیم. هر فرهنگ و تمدنی برای خودش یه سری نبایدها داره که شاید از نظر بقیه خنده‌دار باشه. مثلا توی خیلی از تمدن‌های آسیایی مردم باور دارن که جارو زدن خونه بعد از غروب آفتاب باعث میشه فقر و بدبختی وارد خونه بشه. یا مثلا میگن نباید چوب‌های غذاخوری یا همون چاپستیک ها رو عمودی توی کاسه برنج بذاریم، چون این کار شبیه مراسم تدفینه و انگار داریم برای مرگ کسی دعا میکنیم. توی آمریکا و اروپا هم اوضاع بهتر نیست. بعضیا اگه اتفاقی از زیر نردبون رد بشن یا گربه سیاه ببینن کل روزشون رو خراب شده میبینن. حتی جالبه بدونین بسیاری از ساختمان‌های بلند و مدرن توی آمریکا طبقه 13 ندارن. یعنی توی آسانسور بعد از 12 یهو میرن روی 14، چون عدد 13 رو نحس میدونن. آینه شکستن هم دقیقاً توی همین دسته قرار میگیره، اما ریشش عمیق تره، چون مستقیماً با روح ما گره خورده. خب بریم سراغ ریشه اصلی. چرا آینه؟ یونانی های باستان اعتقاد داشتن، اونا فکر میکردن تصویری که ما روی آب یا سطوح صیقلی میبینیم فقط انعکاس نور نیست، بلکه خود روح ماست. اونا روشی داشتن به نام کاتوپترومانسی که نوعی پیشگویی با آینه بود. یه ظرف سفالی پر از آب و جلوی فرد میذاشتن و بر اساس کیفیت انعکاس تصویرش میگفتن که اون آدم چقدر عمر میکنه یا در آینده چه اتفاقی براش میافته. اگه تصویر شفاف بود نشونه خیر بود، اما اگه تصویر لرزان یا تیره میشد یعنی بدبختی تو راهه. اینجا باید به اسطوره معروف نارسیس یا همون نرگس هم اشاره کنیم. نارسیس یه جوانی بود که به زیبایی خودش مغرور بود. یه روز وقتی داشت از آب یک چشمه می نوشید، تصویر خودشو توی آب دید و چنان عاشق خودش شد که نمیتونست از اون تصویر دل بکنه. نارسیس در نهایت در راه رسیدن به این تصویر جون خودش رو از دست داد. این داستان به مردم باستان یاد داد که تصویر ما توی آب یا آینه مرز باریکی بین دنیای زنده ها و دنیای ارواح هست. پس هر گونه دستکاری یا شکستن این تصویر یعنی آسیب زدن به هستی و روح اون آدم. در واقع ریشه ترس از شکستن آینه ترس از فروپاشی هویت و روح ماست. رومی ها این باور رو از یونانی ها یاد گرفتن، اما رومی ها کسایی بودن که صنعت آینه سازی رو پیشرفت دادن.
رومی‌های باستان آینه ها رو از سطوح فلزی صیقلی می ساختن و معتقد بودند که خدایان از طریق این آینه ها دارن روح انسان رو تماشا می کنن. پس به نظر اونا آسیب زدن به آینه یک بی احترامی بزرگ به خدایان بود و خدایان هم با باریدن بدشانسی روی سر اون آدم تلافی می کردن. اما چرا 7 سال؟ رومی ها یک تئوری پزشکی و بیولوژیکی خاص داشتند. اونا معتقد بودند که بدن انسان هر 7 سال یک بار به طور کامل نوسازی و بازسازی میشه. یعنی تمام سلول ها و سلامتی فرد توی یه چرخه 7 ساله تغییر میکنه. بنابراین منطقشون این بود: وقتی تو با شکستن آینه به روحت آسیب میزنی، این بدبختی و آسیب به سلامتی همراهت میمونه تا زمانی که بدنت دوباره خودش رو از نو بسازه. یعنی باید صبر کنی تا اون چرخه 7 ساله تموم بشه و یه من جدید متولد بشه که دیگه زیر اون نفرین قدیمی نیست. این شد که عدد 7 با این خرافه گره خورد. یک نکته جالب دیگه که باید بدونیم جنبه اقتصادی این ماجرا است. توی قرن‌های 15 و 16 میلادی آینه‌های با کیفیت و بزرگ فقط توی ونیز ایتالیا ساخته می‌شدن و تکنولوژی ساختشون یک راز نظامی و تجاری بود. این آینه‌ها به شدت گران قیمت بودن. توی اون زمان داشتن یک آینه بزرگ یعنی داشتن ثروتی معادل دستمزد چندین سال یک خدمتکار. برخی از تاریخ‌دان‌ها معتقدند که ارباب‌های ثروتمند برای اینکه خدمتکاراشون رو بترسونن تا موقع تمیز کردن آینه‌های قیمتی نهایت دقت رو بکنن، این خرافه رو تقویت کردن. اونا به خدمتکارا میگفتن اگه این آینه رو بشکنی فقط یه شیشه نشکندی، بلکه زندگی خودت رو برای 7 سال سیاه کردی. در واقع این 7 سال بدبیاری شاید در ابتدا یک تهدید مالی بوده. یعنی اون خدمتکار باید 7 سال مجانی کار میکرده تا پول اون آینه رو جبران کنه. میبینین چطور یک موضوع کاملا مادی در طول تاریخ تبدیل به یک باور جادویی میشه؟ حالا بیاین از نظر علمی به قضیه نگاه کنیم. مغز انسان یک ماشین الگویابه. ما برای بقا نیاز داریم که بین اتفاقات رابطه علت و معلولی پیدا کنیم. مثلا اجداد ما یاد گرفتن که صدای خشخش لای نیزار برابر با حمله برق. این الگوها به ما کمک کردن که زنده بمونیم. گاهی اوقات مغز ما بین 2 تا چیز که اصلاً ربطی به هم ندارن الگو میسازه. به این پدیده میگن سوگیری تاییدی یا confirmation bias. فرض کنین شما امروز صبح یه آینه رو شکوندید. 2 ساعت بعدشم توی خیابون جریمه میشین. مغز شما بلافاصله میگه آها، چون آینه شکست جریمه شدم. در حالی که ممکنه هفته پیش هم جریمه شده باشیم، اما چون آینه‌ای نشکسته بود اصلاً دنبال دلیل ماورایی نگشتیم. همچنین ما این باورها رو در دوران کودکی از والدین و رسانه‌ها یاد میگیریم. وقتی جامعه‌ای به یک موضوع باور داشته باشه، ذهن ما هم ناخودآگاه اون رو به عنوان یک حقیقت میپذیره. خرافات به ما یک توهم کنترل میدن. ما دوست داریم فکر کنیم با رعایت کردن یک سری کارا میتونیم از بدشانسی فرار کنیم. جالب اینجاست که بشر برای این بدشانسی کلی پادزرم اختراع کرده. اگه خدایی نکرده آینه شکوندین،
قدیمی‌ها این راه‌ها رو پیشنهاد میدادن. یکیش نمک پاشیدن بود. یه مشت نمک بر می داشتن و از روی شونه چپشون به عقب پرتاب میکردن. میگفتن این کار شیطانو که پشت شونتون ایستاده کور میکنه. یا چرخش 3 باره، بلافاصله 3 بار برخلاف جهت عقربه های ساعت دور خودشون میچرخیدن تا ارواحو گیج کنن. سومیش پودر کردن آینه بوده. خورده شیشه ها رو اونقدر میکوبیدن تا پودر بشن و دیگه هیچ تصویری توشون دیده نشه. یکیش غرق کردن توی آب بوده. تکه های آینه رو توی رودخونه‌ای که به سمت جنوب میره مینداختن تا بدشانسی رو بعد از 7 ساعت بشورو ببره. یکیش دفن کردن بوده. آینه ها رو زیر نور ماه دفن میکردن تا 1 سال بعد اثرش بره. از همه عجیبتر لمس کردن سنگ قبر بوده. میگفتن اگه تکه آینه رو به سنگ قبر بزنین نفرین باطل میشه. در نهایت باید گفت آینه شکستن فقط یه ضرر مالیه. از دیدگاه علمی آینه فقط شیشه و جیوه است. اما بررسی این خرافات به ما نشون میده که چقدر تاریخ، اقتصاد و ترس‌های باستانی روی ذهن امروز ما تأثیر دارن. شما چی؟ به این چیزا اعتقاد دارین؟ تا حالا شده آینه بشکنین و واقعا اتفاق عجیبی براتون بیفته؟ توی کامنت ها برام بنویسین که خرافاتی ترین داستانی که شنیدین چی بوده. خیلی ممنون که تا اینجا با من همراه بودین. اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایکش کنین و کانال رو سابسکرایب کنین و مراقب آینه هاتون باشین. فعلا خدا نگهدار.